روز جمعه باز هم شیخ توپل توپ خود را شوت کرده توی گل. گفته ایشان بی‌حجابی زنا می شود مستوجب فعل زنا. چون زن و مردی به هم چسبد شدید، در نتیجه زلزله آید پدید. شیخنا اتفاق در میان رخت خواب، لرزه اندازد فقط بر تخت خواب. در کانال ایکس وان و سیکس وات با چنان مرد و زنان آکله، پس چرا آنجا نیاید زلزله؟ در عوض شهر طبس یا شهر بم می شود نابود و می ریزد به هم. در میان این دوتا دارالعباد هیچ دیدی بی حجابی یا فساد؟ در اروپا یک زن و 10 بویفرند، لرزه هایش مال سومالی و هند. من که میدانم مرا خر کرده ای، گر خودت این حرف باور کرده ای، چون که با فتوای شیخ شهر قم هیچ حاجت نیست بر بمب اتم.